با درود خدمت همه شما عزیزان، در یک شب دیگه از پنجشنبه شب‌ها در خدمت شما هستیم با برنامه کارگاه کتابخوانی. همونجور که مطلع هستید در این برنامه به فصلهای مختلف کتاب جهانهای موازی میپردازیم همراه با مترجم خوب کتاب جناب آقای مهندس علی هادیان که لطف میکنن همیشه همراه ما هستند و همینطور خانم بدیعی که مسئولیت اجرای برنامه رو لطف کردن و به عهده دارن. امشب قرار هست به فصل 8 این کتاب بپردازیم. دعوت بکنم توی لایف تا بتونیم با هم برنامه رو پی بگیریم. سلام و درود جناب مهندس هادیان عزیز. سلام، شب شما بخیر. ممنونم. شب شما هم بخیر باشه در این فضای کهکشانی و زیبا. خیلی خوشحالم که دوباره در خدمت شما هستیم. سلامت باشین، ممنون که افتخار بدین. خواهش میکنم. خیلی خیلی ممنونیم که شما همیشه علیرغم مشغله کاری که دارید لطف میکنید و تشریف میارید. درود و سلام خدمت خانم بدیعی عزیز، شما هم خیلی خوش آمدید به برنامه. سلام به آقای قره‌داغی و آقای هادیان. امیدوارم که حالتون خوب باشه و همینطور دوستان که دارن به ما ملحق میشن. ممنونم که باز هم برنامه ما رو دنبال میکنید و امیدوارم که براتون مفید و جذاب باشه. بله خیلی ممنون. اجازه بدید تو این فرصت من یوتیوب و فیسبوک هم راه بندازم و بعدش دیگه شروع کنیم به اجرای برنامه. در خدمتتون هستم. تا شما اونو کانکت میکنید من با اجازهتون 2 صفحه اول این فصل رو بخونم. آقای هادیان اجازه میدید؟ حتما. سلام خانم علی، شبتون بخیر. خواهش میکنم. دیگه حسابی سرتون شلوغ شده ها آقای هادیان. در خدمت برنامه‌های آنچنانی و دست شما در نکنه. سلامت باشین. ممنون. خب پس من با اجازهتون میخونم. احتمال دارد پیش از پدید آمدن این سیستم جهانهای بیشماری در فضای یک ابدیت کنار هم آمده باشند. شاید نیرو و انرژی زیادی هدر رفته و آزمایشات متعددی انجام شده باشند و روند پیشرفت دنیا آرام و مدام رخ داده باشد. وقتی که کلاس دوم بودم معلم حرفی زد که هرگز آن را فراموش نمی‌کنم. او گفت خداوند به قدری زمین را دوست داشته که آن را در فاصله مناسبی از خورشید قرار داده است. وقتی به عنوان یک کودک 6 ساله در آن زمان از سادگی و تأثیر این حرف شگفت زده شده بودم با خود اندیشیدم که اگر خداوند زمین را در فاصله خیلی دور از خورشید قرار میداد اقیانوس‌ها منجمد می‌شدند و اگر همین فاصله کمی نزدیکتر میشد آب اقیانوس‌ها به جوش می‌آمد و تبخیر می‌شد. این حرف معلم من یعنی اینکه نه تنها خداوند وجود دارد بلکه صلاح کار را نیز به خوبی می‌دانسته است. این حرف آن روز معلم تأثیر زیادی روی من گذاشت. دانشمندان امروزه بیان می‌دارند که زمین در منطقه گلدیلاکس قرار گرفته است. این منطقه یعنی فاصله‌ای که آب حلال جهان می‌تواند به صورت مایع و یک ماده شیمیایی مفید برای زندگی وجود داشته باشد. شاید اگر زمین کمی دورتر از خورشید قرار می‌گرفت این امکان وجود داشت که سطح کره ما مانند مریخ به یک صحرای منجمد تبدیل می‌شد. آنجا حتی آب و دی اکسید کربن نیز منجمد هستند. حتی در زیر لایه‌ای از خاک مریخ یک بستر همیشه منجمد از آب وجود دارد. حال بیایید در نظر بگیریم که اگر زمین به خورشید نزدیکتر بود چه اتفاقی رخ میداد. این شرایطی است که سیاره زهره دارد. زهره از نظر اندازه تقریبا وسعتی برابر زمین دارد.
اما سیاره زهره را به سیاره گلخانه‌ای می‌شناسند، زیرا که زهره به خورشید بسیار نزدیک است و جو آن را دی اکسید کربن فرا گرفته است. این جو باعث می‌شود که انرژی بیشتری از خورشید به سوی آن جذب گردد. این جذب انرژی و گرما به حدی است که دمای آن تا 900 فرانهایت می‌رسد. از این رو سیاره زهره گرمترین سیاره منظومه شمسی است. سیاره زهره به خاطر باران‌های اسید سولفوریکی فشاری بالغ بر 100 برابر بیش از جو زمین را تحمل می‌کند. زهره را جهنمی سوزان در منظومه شمسی می‌دانند و تمام این مسائل به واسطه نزدیکی این سیاره به خورشید است. در تشریح گفته معلم کلاس دوم من، دانشمندان میگویند که این روایتی از اصل انسانی است که بیان می‌دارد قوانین طبیعت طوری تنظیم شده‌اند که امکان وجود حیات و درک آن وجود داشته باشد. آنچه امروز دانشمندان را به خود مشغول کرده این است که برآیند این حوادث حیرت آور که بارها رخ دادند طراح و سازنده‌ای دارد، یا اینکه تمام آنها در اثر یک اتفاق و تصادفی ناگهانی پدید می‌آیند. برخی از دانشمندان بر این عقیده‌اند که وجود خالق هوشمندی لازم است که این قوانین را طوری به وجود آورده باشد که امکان وجود حیات و درک ما را فراهم کند. برخی دیگر از دانشمندان عقیده دارند که ما در یک مجموعه تصادفی قرار گرفتیم و از روی خوششانسی است که چنین وضعیتی برایمان پیش آمده است. یا اگر به نتایج نظریه تورمی و نظریه اعتقاد داشته باشیم، باید بگوییم این وضعیت جهانی است از چند جهانی های دیگر. برای درک بهترین مسئله بیایید به اولین اتفاقی موجب پدید آمدن زندگی روی کره زمین شد بپردازیم. ما نه تنها در منطقه گلدیلاکس بلکه محدوده مطالعه‌های دیگری نیز قرار گرفتیم. به عنوان مثال اندازه سیاره ما نیز برای اینکه مدار زمین ثابت نگه داشته شود نیز متناسب است. اگر ما کمی کوچکتر از اندازه فعلی خود بود، بیشک اختلالات بسیار کوچکی در روند چرخش زمین و لنگ زدن آن میشد. این پدیده به تغییرات شدید آب و هوا می انجامید، به طوری که دیگر امکان زندگی روی کره زمین وجود نداشت. بر طبق برنامه‌های رایانه‌ای مشخص شده که بدون وجود یک ماه به این ابعاد که در حدود 1/3 زمین می باشد، این احتمال وجود داشت که محور زمین طی مدت زمان درازی، یعنی میلیون‌ها سال، حدود 90 درجه انحراف پیدا کند. از آنجا که دانشمندان اعتقاد دارند پیدایش DNA به مدت زمانی حدود میلیاردها سال جو پایدار آب و هوایی نیاز دارد، پس کره زمینی که رفته منحرف شده و تغییر مسیر دهد با فاجعه‌ای روبرو می‌شد که حتی دیگر به خلق DNA نمی‌رسید. خوشبختانه اندازه ماه درست به همان اندازه‌ای است که بتواند زمین را در مدار خود ثابت نگه دارد. از سوی دیگر به دلیل تأثیرات نیروهای گرانشی هر ساله ماه 4 سانتیمتر از زمین دور می‌شود. این مسئله قطعی است که تا 2 میلیارد سال بعد ماه به قدری از زمین فاصله میگیرد که دیگر نمیتواند تأثیری در ثابت نگه داشتن چرخش زمین داشته باشد و این هم فاجعه بار خواهد بود. میلیاردها سال بعد ما دیگر در آسمان شب خود شاهد پرتوافشانی ماه نخواهیم بود. آسمان ما تغییر پیدا خواهد کرد و آب و هوا نیز جو ناپایدار و غیر قابل پیش بینی خواهد داشت و ادامه حیات روی کره زمین غیر ممکن خواهد شد. خیلی ممنونم که تحمل کردید. متشکرم. آقای هادیان، حالا این سوال در ذهن انسان نقش میگیره که آیا خداوند به خاطر اینکه کره زمین رو دوست داشته اون رو میان محدوده گلدیلاکس قرار داده؟ من سلام عرض میکنم مجددا خدمت شما آقای مهندس و مخاطبین عزیزمون. میچیو کاکو جوابش اینه که میگه شاید اینطوری باشه که خدا به خاطر اینکه ما رو دوست داشته یا کره زمین رو دوست داشته در این شرایط مناسب قرارش داده.
اضافه میکنه البته میتوان نتایج دیگری را در نظر گرفت که نیازی به تکیه بر وجود خدا نداشته باشد. خب این جلسه میرسیم به یه فصلی از کتاب که میچیو کاکو اسمش رو گذاشته جهان طراح. حدوداً 5-6 سال بعد از این کتاب، بعد از جهان‌های موازی، هاوکینگ هم یه کتاب نوشت که هم عنوان این فصل بود. اینجا تو این فصل یه جا میچیو کاکو کلمه گرند دیزاین و یا طرح بزرگ رو استفاده میکنه. هاوکینگ اینو همین کلمه رو گذاشت رو اسم کتابش که اونم من ترجمه کردم. میخوام بگم که موضوع مطرحه و راجبش فکر میکنن و همین الان این موضوع مورد بحث فوق‌العاده جدیه. علاقه‌مندانی که توی کلاب هاوس حضور دارن، مخصوصا اونجا بحث‌های خیلی مفصلی در این زمینه انجام میشه تحت این عنوان، تحت عنوان شاید طرح بزرگ یا طراح، جهان طراح. الان عنوان این فصل جهان طراح دیگه. یعنی سوال اینه، این وضعیتی که داریم طراحی شده یا اینکه نه تصادفی بوده یا وضعیت‌های دیگه. پس بنابراین بهش مثل میچیو کاکو گاهی بهش میگیم جهان طراح، که علامت سوالم داره، جهان طراح آیا؟ یا اینکه هاوکینگ یه مقداری به کنایه اسم کتابش رو گذاشت طرح بزرگ. البته در سراسر کتاب این طرح بزرگ رو رد میکرد، ولی بعدها الان که گذشته یه مقداری این کلمه بیشتر استفاده میشه، تنظیم دقیق. همینجا هم توی جهان‌های موازی میچیو کاکو به این کلمه اشاره میکنه. به هر حال مصطلحه که این جهان آیا تنظیم شده. میخوایم پس وارد این بحث بشیم دیگه. حالا خانم بدیعی و آقای مهندس باید خلاص این جلسه خودتون مدیریت کنید، جون سالم به در ببرید. یه طوری نمیدونم من باید شما رو کنترل کنم یا شما رو کنترل. خب منتظر بودم مهندس چیزی بگم، اگه خواستیم بفرمایید. خواهش میکنم، میگم رحم کنید، ما بی‌نامی آنچنان سفت و سختی نداریم حالا، ولی خب ما به عنوان یک شنونده‌ای که یه شنونده عادی که نشسته پای برنامه‌ها و دوست داره که نظر علم رو بدونه در این رابطه ها، خیلی همیشه خوشحال هستیم که شما این نمایندگی رو همیشه داشتید و لطف کردید و مطالب رو به صورت در واقع یک واسطه بین علم و عموم، همونجوری که خودتون هم برنامه‌های دیگه دارید و بهش میپردازید، خیلی خوشحال میشیم که به همین شکل بتونیم این بخش رو هم بشنویم و استفاده کنیم از شما. سلامت باشید. من خودم شخصا یک دیدگاه‌های علمی و یک ور قضیه، یک طرف قضیه دیدگاه علمی رو در نظر میگیرم، یک طرف قضیه هم روحیات مردمم، اونا هم برام به قد اون طرف اهمیت داره وقتی میخوایم قضاوت کنیم، چون نهایتا ما برای اینا داریم کار میکنیم دیگه. مثلا من که خوشم نمیاد پیروز بشم بر مثلا یه عده افرادی، واقعا اینطوری روحیه مثلا نیست. فکر میکنم که این علم یه کمکی میکنه به این که همین فردا صبح، خیلی نقده، از نظر من خیلی نقده، کمک میکنه همین فردا صبح زندگی بهتری داشته باشیم، همین 1 ساعت دیگه زندگی بهتری داشته باشیم، چون خیلی از
مسائل مربوط به کیفیت زندگی به طرز فکر ما مربوط میشه دیگه، که چطوری نگاه کنیم و این طرز فکر ما رو درست میکنه. واقعیات هم حتی اگه هیچ تغییری نکرده باشن ما برخورد دیگه باشون میکنیم. در دراز مدت هم واقعیات رو با دید علمی وقتی که بریم سراغشون، خب تنظیمات بهتری به عمل میاریم. فکر میکنیم که نهایتا استفاده از این داده ها به کیفیت زندگیمون کمک میکنه. حالا اگر بنابراین آخر سر واقعا هدف کیفیت زندگی شنوندگانمونه، خودمونه و احترام فوق‌العاده‌ای به دیدگاهاشون میذاریم. هم توی همین فصل 8 کتاب از سر مارتین وودز نقل قول میکنیم. اون یه درسیه واسه ما دیگه. اون یه دانشمند بزرگی، خودش فیزیکدان، خیلی القاب اجتماعی سطح بالایی هم گرفته، ولی اونم به ما درس میده که این دو وجه یک موضوعن. نمیتونید شما همون قدری که مواظبین که چی از جهان کشف کردین و علم داره چی میگه، همون قدر مواظبین که مردم چطوری فکر میکنن و عقایدشون چیه. بنابراین تو این جلسه واقعا باید کمک کنین دیگه. من توی علم هر دو طرفش هست. توی همین فصل هستم میچیو کاکو همین رویکرد رو داره. یک سری دانشمندای برجسته و مطرح میکنه که این طرف قضیه وایستادن و یه سری دانشمندای مطرح و اسم میبره کاملا در دو گروه مختلف که این ور وایستادن، مثل واینبرگ. بله. حالا آقای هادیان، شما هر دو سو رو در واقع نقل بکنید بی زحمت. یعنی چه دانشمندانی که معتقدن تصادفی بوده، چه دانشمندانی که معتقدن یک خالقی بوده، یک ناظری هستش. در واقع به هر حال ما اینجا نمیخوایم اعتقادات خودمون رو عنوان بکنیم، داریم در رابطه با این کتاب علمی صحبت میکنیم و در واقع به نوعی نقل و قوله و شما هم زحمت ترجمه این کتاب رو کشیدید و خیلی ممنون که تشریف میارید و راجع بهش خیلی عامیانه تر صحبت میکنید که برای عموم قابل درک باشه. یه چیزی رو من ابتدا بگم خانم بدیعی، شاید آخر بحث باید بگم ولی ممکنه یادم بره. الان کوتاه میگم ولی آخر اگه یادداشت کنیم یادم بندازید. این که مسئله طراح بزرگ یا جهان طراح با خود مسئله آفریننده خیلی یکی نیستن. بعضی وقتا اینا رو یکی میگیرن. یعنی اگه شما گفتین که نه تنظیم دقیقی در کار نیست، انگار که مثلا آتئیستین، در حالی که بین اینا تمایز هم میشه قائل شد. بیشتر منظور خود جهان هست که خودش رو طراحی میکنه، بازتر میکنه یا نه؟ بیشتر ما اون لبه تیغ اون خالق و اینا رو ما سعی میکنیم تو همون مبحث علم و عموم بخوایم چیز مطرحش بکنیم که بیشتر قاطی نشه با همین بحثی که شما مطرح کردید. ما بیشتر بپردازیم به خود جهان که در واقع میتونه خودش رو تولید کنه یا نه. خب مسئله پس از اینجا شروع میشه. برای بینندگان عزیزی که با این موضوع آشنایی ندارن، وقتی که نگاه جهان میکنیم حتی با فیزیک جدید، یه سری تنظیماتی وجود داره که به نظر میرسه کوچکترین تغییری اگه تو اینا اتفاق میافتاد، حیات به این شکلی که ما میشناسیم نمیتونست وجود داشته باشه. که خانم بدیعی داشتن از روی کتاب میخوندن اشاره کردن، مثلا یکم جلوتر بود به خورشید یا یکم عقب‌تر بود از مدار فعلیش، در هر دو صورت یه بار میشد مثل سیاره زهره یه چیز داغ، حیات نداشت. مگه حیات روی زهره هست؟ نیست. یا میشد مثل مریخ که بازم حیات روی این کره نیست. اگر هم شکل گرفته بود خب نابود میشد. الان پایداری لازم داره حیات هوشمند. فقط هم اینم موضوع پیچیده تر میکنه دیگه. یک لحظه
شرایط کافی نیست، بلکه باید این شرایط مناسب صدها میلیون سال ادامه پیدا کنه تا یه حیات بتونه شکل بگیره. حیاتی هم که ما میشناسیم بر مبنای دی ان ای. دی ان ای هم یه مولکول خیلی حساس و شکننده است، مولکول بزرگیه. یه فهرست بلند بالایی دانشمندا تهیه کردن که اگه هر کدوم از اونها یه مقدار متفاوت بود، این حیات به این شکل نمیتونست، اصلا کره زمینی شکلی نمیشد، بعد دی ان ای نمیتونست شکل بگیره. این دوتا خیلی مهمن. یکی شد توی متن دیدید ماه دومیش، اگه ماه به طور تصادفی مثلا یکم جلوتر بود، کوچکتر بود، بزرگتر بود، اینا بازم همه چی رو کره زمین به هم میریخت. جلوتر که میگیم مثلا خود منظوممون توی نقطه‌ای که مناسب نسبت به مرکز کهکشان، اگه یکم جلوتر بود تابش‌های شدید سیاه‌چاله مرکزی نابودش میکرد حیاتو. اگه یکم دورتر بود مشکلات دیگه‌ای به وجود میاد که تو کتاب میچیو کاکو وقت گذاشته که اینا رو توضیح داده. وقتی که میرسیم به پارامترهای فیزیکی پایه‌تر از اینها هم یه سری تنظیم‌های دقیق داریم. اینجا میچیو کاکو به 6 تاش اشاره میکنه، ولی دانشمندا تا 20 تا رو فهرست کردن، بیش از 20 تا، که اینا یکم کمتر بودن یا یکم بیشتر بودن باز اصلا شکل‌گیری جهانی به این شکلی که ما می‌بینیم امکان پذیر نبود، چه برسه به منظومه شمسی، چه برسه به کره زمین. اینا مثلا اگر که یه مقداری قدرت نیروی هسته‌ای بیشتر بود فرضاً یه چیزایی به هم میریخت، اگه یکم کمتر بود چیزای دیگه به هم میریخت. نیروی هسته‌ای ضعیف هم همینطور. و قدرت نیروی گرانش، انبساط جهان، شتاب انبساط جهان، اینا پارامترهای مختلفی هم. از خلاصه و جمع‌بندیش این میشه که حالا اگه کسی جزئیات اینا رو علاقه من بود که بدونه، خب تو کتاب با عدد و رقم و اینا دقیقا ذکر شده. بله. من وقتی رو نمیدونم، ولی خلاصه و تکمیلش اینه که یک تعداد زیادی، حتی نه یکی دوتا، شاید هزاران پارامتر وجود داره بشه فهرست کرد، تازه با دانش امروزیمون، که اینا اگه یکیشون اینطوری نبود اصلا این جهان این شکلی نبود، یا اگرم این شکلی بود ما توش نبودیم. حالا اینو باید چطوری توجیه کنیم؟ آیا این به تبیین و توضیح نیاز داره؟ و آیا چطوری باش برخورد کنیم؟ این کل این موضوع میگن موضوع تنظیم دقیق و طرفدارای زیادی هم داره، چه تو فیزیک دانا و بیشتر بحثش توی فلسفه فیزیک بازه. فیلسوفای فیزیک، اتفاقا من فردا با یه فیلسوف فیزیک، یک متفکر ایرانی باز یه جلسه‌ای دارم به نام دکتر معصومی که با ایشون هم راجع به حالا نه این موضوع ولی این موضوعات صحبت میکنیم. آخرین ورژنش در واقع نسخش اینه که استدلال میکنن که این تنظیم دقیق میتونه احتمال وجود یک طراحو بیشتر کنه از احتمال عدم وجودش. اینا پس این استدلال کسایی که قبول میکنن دیگه. آقای کاکو هم سال 2005 البته اینا رو فهرست کرده که میتونیم مراجعه کنیم، اسم دانشمندا رو آورده. اون طرفی ها چی میگن؟ ولی اون طرفی ها میگن نه، من باید خودم رو کنترل کنم بی‌طرف بمونم دیگه. اون طرفی ها میگن که این قدرت پیشبینی نداره، یه فرضیه.
حالا این بعضی از اینایی که میگم تو کتاب نیست، خب 15 سال گذشته دیگه، بحث ادامه داشته. مثلا بذارید من یه چیزی بگم. هاکینگ مثلا چی میگه؟ هاکینگ میگه که من اصلا کاری ندارم، باشه حرف شما درسته، من بعداً اون تنظیم کننده میذارم رو جهان، به بقیهش به همش میگم جهان. و اینو کی تنظیم کرده؟ اون جهان رو تنظیم کرده خودش. سوال سادهش اینه، خودش رو کی تنظیم کرده؟ اگه قرار شما بگین که یه چیزایی هست که خودش رو تنظیم میکنه، خب شاید جهان اینطوری باشه. درسته. یه چیز دیگه میخوایم بگین که جهان رو تنظیم کرده، بعد سوال رو فقط به تأخیر میندازین، خب اونو کی تنظیم کرده؟ یه عده دیگه هم یه جور دیگه برخورد میکنن و این به نظر من جدیه، تو کتابم خیلی بهش تاکید شده. امثال واینبرگ که چند سال پیش درگذشت، خود مارتین ریس و دانشمندای بزرگ دیگه صاحب جایزه نوبل چند جهانی رو پاسخ این سوال میدونن. یعنی اگر که توی این سلسله مباحثاتمون ما چند نوع جهان موازی گفتیم، دو نوعش اینجا به کار میاد. یکی جهانهای موازی تورمی هستند که ناشی از نظریه تورم بودن، جهانهایی که توی اون نظریه تورم پیش بینی شده. خلاصه یادآوری میکنم، نظریه تورم میگفتش که ممکنه یه قسمتی از فضا زمان دوچار یا یه میدان دوچار یک انبساط تورمی بشه و یه جهانی شکوفه بزنه از اون میدان یا از هیچ. بعد اگه چنین چیزی درست باشه، بعد میتونه، شما دیگه نمیتونی بگی یه دونه بود، بغلش هم ممکنه بزنه یا داخل اونم یکی دیگه بزنه. بنابراین اگر نظریه تورم به این شکلی که ما میدونیم درست باشه، مستلزم اینه که این جهان ما چند تا تعداد زیاد دیگه هم باشن و حتی نمیگه تعداد زیاد دیگه، محاسبات نشون میده بی نهایت. بله. نه عدد بزرگی، بی نهایت. یه قسمت دیگه هم از جهان‌های موازی که جلسه قبل جای خانم بدیعی خالی بود توضیح دادیم، راجع به نظریه ریسمان ها بود دیگه، که اون ابعاد اضافه تری توی فضا زمان قائل میشه که تو اون ابعاد اضافه تر جا هست واسه این که جهان‌های شناور باشن به موازات جهان. خب اینا که تعدادشون زیاده، اسمشو فرض کنید بذاریم مالتیورس یا چند جهانی، از هر نوعی که در نظر بگیریم. این دسته فیزیکدانا میگن که اگه تعداد جهانا زیاد باشه، خب اونهایی که شرایط حیات توشون نبوده حذف شدن و خیلی عجیب غریب نیست که توی بعضی از اینا شرایط حیات به وجود بیاد، بعد موجودات هوشمند به وجود بیان، بگن ما رو کی طراحی کرده، ولی هیچ طراحی در کار نباشه. مثالش اینه که شما بقیه آزمایش‌ها رو نمیبینی، فکر میکنی اون یه دونه اتفاق خیلی خاص بوده. مثال‌های متعددی میشه زد. فرض کنید که یک تیرانداز نابینایی میلیون‌ها تیر بزنه و شما در فاصله خیلی زیاد یه هدفی گذاشته باشین، بالاخره یه روزی تیرش میخوره به هدف، همه میلیون‌ها تیر دیگر رو بردارین بریم به یه نفر بگین که خب یه ولی میشه، چون شما اون میلیون ها تیر دیگر رو نشونش نمیدید، اون میگه نمیشه. یه تیر زده نابینا صاف خورده هدف، عاقلانه نیست. یا مثال بهترش اینه، شما مثلا توی اتاق که کف سرامیکه یک سطل بزرگ تیله رو پرت میکنی، میخوره زمین، تیله ها پراکنده میشه. بعد خب همه تیله ها رو برمیدارید، یه دونه تیله رو که رفته یه جای خاصی خیلی مخصوصی وایساده، اونو دست نمیزنید. بعد یه نفر رو میارین تو اتاق،
بهش میگین که این تیله شانسی رفته اونجا، رو اون لبه وایستاده که 100 نفر باید روزها تلاش کنن اونو اونجا نگه دارن وگرنه وای نمیسته. خب میگه چطور ممکنه شما بیا 100 بار دیگه بنداز اگه رفت اونجا. ولی چون بقیه تیله ها رو ندیده فکر میکنه که اون تنظیم دقیق شده برای رفتن به. از این مثال هم برای توی نظریه تکامل داروین هم استفاده میکنن برای انتخاب طبیعی که میخواد توضیح بده که این در واقع طراحی هوشمند نبوده. همون مثال هایی که شما به خوبی دارید الان مطرح میکنید. بله دقیقا خوب یادم انداختین، آفرین. اونجا هم اسمشو میذارن طراحی هوشمند، اینتلیجنت دیزاین. اینجا هم اسمشو گذاشتن، همون ایده رو اینجا گذاشتن تنظیم دقیق. درسته. در اصل دوتاش یه چیزه و به نظر میرسه تلاشیه برای نگه داشتن، نمیدونم اینجا از انصاف خارج دارم میشم یا نه، به نظر من یه تلاشیه برای نجات دادن یه ایده قدیمی. ما لازم نیست به ایده قدیمون بچسبیم، شجاعتشو داشته باشیم. بالاخره یه کسی هم بخواد بعدا حساب کتاب ما رو برسه، فکر نکنم خیلی ناراحت بشه که ما خب آزادمنشانه فکر کردیم. کنجکاو بودیم. کنجکاو بودیم، خواست ما رو کنجکاو نکنه. خب به ما چه؟ شاید هم بعدا به ما بگه آفرین شما شاید کنجکاو بودید، نمیدونیم که. به نظر من این دو هم مربوط نمیشه، یا بهتره ماها مربوطشون نکنیم به احترام مثلا این سابقه تاریخیش. با این حال همین الان متفکرانی هستن، ما میتونیم مثلا این افراد به این برنامه دعوت کنیم، مثلا بیان بگن آدمایی نیستن که ما بتونیم به بیفکری متهمشون کنیم، به بیسوادی متهمشون کنیم. اصلا به هیچ وجه اصلا تو این وادی نباید بریم، چون که مثلا 2 تا 3 تا کتاب خوندن که چیز مهمی نیست. که حالا شما بگید 2000 تا کتاب، بازم چیز مهمه. یه نفر بیشتر خونده بقیه بگه مثلا من حالا خیلی. فروتنی علمی واقعا همینه، یه فکرایی. منتها هرچی میریم جلوتر ما یه چیزایی هم از ساختار مغز داریم میفهمیم که اونا هم سر به سرمون میذاره دیگه، نمیذاره راحت مثلا این دوتا رو مثل هم ببینیم. ما میدونیم که الان مغز ما یه چیز مدل سازیه، یک مغز مدل ساز، بهش میگن پردیکتیو برین. البته اینا هنوز دقیق نمیدونیم، یه شبهی ازش میبینیم، پیش بینی کننده. ما میدونیم مثلا مدل میسازه، مدل ها رو حمایت احساسی میکنه ازشون. یعنی یه جاهایی که مراکز احساس مغزه میاد از مدل هایی که ما میپسندیم حمایت میکنه، بهشون احساس پیدا میکنیم. سوگیری ها خود ما هم درگیرشیم. من حتی اینو به خود منم صادقه دیگه، سعی میکنیم فرار کنیم از دستش دیگه، کنارش بذاریم، ولی به هر حال درگیرش هستیم. خب بعدم چیزی که هم مغز میدونیم اینه که شما اصلا بدون اون سوگیری ها نمیتونی زندگی کنی. بدون این که مدل رو بهش احساس داشته باشی اصلا گیج میشی در تصمیم گیری. ما درست تا اینجا اومدیم به خاطر اینه که یک چیزی رو قبول میکنیم و به این راحتی رهاش نمیکنیم 2 دقیقه دیگه بریم یه چیز دیگه. هوموساپینسه از بار که در میاد یه نظریه ذهنی داره، کجای جنگل ببر داره، کجای رودخونه ماه، تو کدوم پیچ ماهی داره. اینو هر دقیقه عوض کنه که دیگه غذا گیرش نمیاد، حالا غلط یا درست. شواهد زیاد میاد، باید بیاد بهش برسه تا اینکه این نظریه رو تغییر بده. خب اینا هم که میبینی، بنابراین دیگه جنبندیشو به عهده خود شنونده ها میذارم، ولی اصل موضوع پس به این شکله. حالا در واقع
شما هم اگه توضیحات تکمیلی دارین خودتون، من میدونم هر دو در این مورد مطالعه داریم و واردین، بفرمایید. خواهش میکنم. آقای قره‌داغی شما میخواید صحبت کنید؟ فقط من کوتاه بگم که در واقع جمع‌بندی کنم اینکه بعضی از دوستان انتظار دارن که اون یک سری خب بالاخره اعتقاداتی هست، یک سری در واقع موضوعاتی هست که تو بحث همون موضوعی که مطرح کردید، بحث آتئیستی و اینا مطرح میشه. حالا توی اون برنامه‌ها و جای خودش ما بهشون میپردازیم. اصل هدف این هست که اینجا ما بپردازیم به این که دو تا نظریه وجود داره. یکی این که عده‌ای معتقدن، حالا به قول شما یه مرتبه میبرن یا بالاتر یا تو همون پایینتر نگه میدارن، که یک جایگاهی هست که یا خود جهان یا یک جایگاهی بالاتر از جهان که نظم میده به دنیا. و یه اعتقاد دیگه ای هم هست که میگه نه، این بحث اتفاقی بود. حالا برداشتی که من از صحبت‌های شما و موضوع دارم اینکه اتفاقی بوده و حالا ما یه قسمت خیلی کوچیکی از این تصویر بزرگ رو میبینیم و فکر میکنیم که یک نظمی داره، یک مشخصات خیلی دقیقی داره و یک ناظمی که به اون داره نظم میده. و اونا معتقدن که حالا به صورت شانسی در جاهای مختلفی این موضوع پراکنده است و یه قسمت کوچیکش که ما تونستیم محاسباتی براش انجام بدیم، فکر میکنیم در بعد زمان و مکان فکر میکنیم که بالاخره یه نظمی وجود داره. این چیزیه که دانشمندها میگن. من ممکنه شخصا یه سری اعتقاداتی داشته باشم، اینکه اصلا ناظم رو قبول نداشته باشم، یا اینکه هر نظری دارم این نظر شخصی منه یا نظر مهندس هادیان، اون بحث جداست. اینکه توی بحث علمی بیشتر سعی داریم که موضوعات رو از نگاه دانشمندان، از نگاه علمی بحث کنیم و از به قول شما اون موضوع اینکه عوام یا عام غیر از اون دانشمندان، عوام هم بالاخره یک سری افکاری دارن، اون رو هم بیاریم و اونجا به ترازو بکشیم ببینیم کدومش درسته و کدومش به اون عقاید کدوم یک از دانشمندان یا برداشت‌های کدوم یک از دانشمندان نزدیکتره. بیشتر به این میخواستم اشاره کنم دوستانی که حالا علاقه‌مند به موضوعات آتئیستی هستن، در برنامه‌هایی که در آینده داریم حتما به اون موضوعات هم میپردازیم، ولی ما اینجا بیشتر هدفمون این هست که در واقع اون نظریه ها رو بررسی کنیم ببینیم کدومشون به کدوم عقیده ها نزدیک ترن. یه موضوع کوتاه دیگه هم که در رابطه با بحث مطالعه و کتاب مطرح کردید، اتفاقا من خب توی مجموعه آوای بوف خیلی از کتاب ها رو ما قبلا خونده بودیم و تا یه مدتی که به مجموعه دسترسی داریم یا تولید میکنیم کارها رو، من فکر می‌کردم خب خیلی من مطالعه دارم، اون کتاب‌های مختلفی که به هر حال چه موقع ویرایش یا چه موقع تولید من اینا رو خوندم و اینا، ولی از وقتی این برنامه‌های لایو رو گذاشتیم من می‌بینم که یه جورایی خیلی راه داریم تا اینکه بخوایم، خیلی موضوعات دیگه‌ای هست که آدم باید حتما یاد بگیره و به صورت اصولی و پایه‌ای، مخصوصا ما ایرانی‌ها که خب به لحاظ علم خیلی همچین پیشرفته نیستیم و منابعی نداشتیم که مطالعه زیاد داشته باشیم. بنابراین فکر میکنم که همه ما نیاز داریم که تمام عقاید، تمام اون چیزهایی که مطرح هستن، به هر حال اون عقایدی که مطرح هستن اونها رو مطالعه کنیم و بعد بیایم اون تعصبات خودمون رو بهش وارد کنیم یا دخیل کنیم. فقط همین خواستم بین صحبتاتون توضیح بدم. متشکرم. خب بریم ببینیم که تکامل جهان ها، راجع به تکامل جهان ها این کتاب چی میگه؟ میگه که هر نظریه‌ای باید طوری طراحی شده باشه که بشه اون رو مورد آزمایش قرار بدیم دیگه. در واقع به همین علت است که یه سری از نظریه های عرفانی رد شدن، نمیخوام وارد این موضوع بشم، اما امروزه نیز میتوان نوعی از نظریه چند جهانی رو مورد آزمایش قرار داد. چیزی شبیه مثلا تکامل داروینی. لیسمولین فیزیکدانی که اعتقاد داره تکامل جهان باید چیزی شبیه تکامل داروینی باشه که در انتهای این تکامل جهان ما خلق شده. آقای هادیان، میخواستم یه مقداری شباهت نظریه داروین و
این نظریه چند جهانی رو با هم دیگه توضیح بدید. خب به نظر میرسه که این تو چند موضوع هم داخل جهان خودمون این تکامل داروینی رو میشه دید، ولی خارج از چرخه حیات، هم با در نظر گرفتن جهانهای چنگانه. در واقع عملا اگر که مثل خود تکامل که یه تغییراتی به وجود میاره، بعد اون تغییرات هر کدوم دوام بردن میرن در واقع به نسل بعد. بله. ظاهرا اینجوری که تو کتاب من بحث رو محدود میکنم به بحث کتاب، این که توی چند جهانهایی که به وجود میان اگر امکان پرورش حیات رو داشته باشن، بله. یا شانس پرورش حیات توشون وجود داشته باشه، اینا در واقع میمونن و بقیه جهان ها هست میشن. میتونیم یه شباهتایی بین اینجا و نظریه تکامل ببینیم دیگه. به نظر میرسه که این شکلیه، یعنی این انتخاب طبیعی محدود به فرایند ایجاد و تکامل حیات نبوده. تو فرایند خود انتخاب جهانها و انتخاب بعد کهکشان‌ها و ساختار جهان هم همین فرایند اگه قرار باشه طراحی نباشه، خب باید یه همچین چیزی باشه دیگه. البته توی این ایده به سرعت باید دانشمندا پیشنهاداتی ارائه کنن که بشه تستش کرد دیگه. هم توی نظریه تکامل داروینی برای حیات ما این مسئله رو مشکل رو داریم، خودتون بهتر میدونین. اگه ما مثلا بخوایم تستش کنیم، خیلی از آزمایش بعضی وقتا در میره. مثلا فرض کنید که ما بریم توی جایی یه سیاره‌ای پیدا کنیم که توش حیات شکل نگرفته باشه. اونجا بلافاصله طرفدارای نظریه داروین میتونن بگن خب اینجا شرایط نبود. سخته یه مقدار که آزمایش‌های طراحی کنیم که ابطالش کنه، گرچه خب ابطال پذیر هست. خودتون بهتر می‌دونید داوکینگ میگه اگه یه فسیل خرگوش رو تو 600 میلیون سال پیش پیدا کنیم، خب نظریه تکامل باطل میشه دیگه به همین راحتی. توی خود جهان هم همین شکلیه. ما باید شواهد و مدارکی پیدا کنیم که قابل آزمون باشه و بدونیم واقعاً به صورت تکاملی جهان شکل گرفته یا نه. بله. خب متشکرم. بچه‌ها چون این فصل یه مقداری کوتاهه، شما اگر سوالی دارید میتونید اینجا کامنت بگذارید که آقای هادیان پاسخ بدن. و تصویر پشت زمینتون خیلی قشنگه آقای هادیان. حالا آقای هادیان یکم در مورد اصل انسانی صحبت بکنیم. نمیدونم اصل انسانی ضعیف، قوی، نهایی، اینا چی رو میخواد توضیح بده؟ در مورد چی میخواد بگه؟ من فکر میکنم از 2005 که میچیو کاکو تقسیم بندی رو این اصل آنتروپیک ما ترجمه کردیم، اصل انسانی. بعداً ترجمه بهتری ازش پیشنهاد شد به نام اصل بشر بنیاد. اصل بشر بنیاد گویاتره. میگه که ورژن‌های مختلفیشو میچیو کاکو گفته، خلاصش هم اینه که جهانو با خود وجود بشر توضیح میدیم، به همین خاطر میشه بشر بنیاد. یعنی میپرسیم چرا جهان این شکلی هست که هست؟ میگیم خب اگه جهان این شکلی نبود ما نبودیم که این سوالو بکنیم. بنابراین جاهایی که شرایط نبوده، کسایی هم به وجود نیومدن که سوال کنن که این شرایط چرا اون شکلیه. درسته. جاهایی که شرایط به وجود میاد که
یه موجودی به وجود بیاد که سوال کنه چرا شرایط اینطوریه، این سوال پیش میاد. بنابراین به این شکل جوابش میدن. ولی توی این 15 سال اخیر دیگه زیاد این تو ادبیات من نمیبینمشون. البته اطلاع ندارم دقیقاً دیگه کیو ازش استفاده میکنن، ولی چیز مفیدی نیست برای توضیح دادن اینکه جهان چرا اینطوریه، به خاطر اینکه اگه اینطوری نبود ما نبودیم که این سوالو بکنیم. نه قدرت پیش بینی داره. به نظر من یه مقداری با ادبیات تنظیم دقیق داره جایگزین میشه. بنابراین خیلی بهش نمیپردازیم تا ببینیم. واقعا هنوز من ندیدم خیلی بپردازن بهش. بنابراین ما هم سوالش و موضوعش و وقت بینندگان رو به نظرم روی نگیریم. مهندس خانم بعدی سوال دارید؟ خب فکر می‌کنم که حالا تا اینجا کافی. بله ندارم، اما در دوست دارن که راجع به این فصل یا سوالاتی که دوستان ازشون پرسیدن صحبت. حالا اگر شما صحبتی دارید بفرمایید که آقای هادیان. من خواهش می‌کنم. من بیشتر دوست داشتم همون سوالات بچه‌ها رو مطرح بکنیم که حالا اگر امروز تا فکر می‌کنم یه 15 دقیقه وقت داریم تا 1 ساعت سوالات رو مطرح بکنیم و اینکه حالا اگر رسیدیم همه سوالا، اگر نشد هفته آینده هم سعی می‌کنیم یک سری سوالاتی که از جلسات قبل بوده و سوالاتی که حالا امروز مطرح میشه به اونا هم برسیم. اما توی پیاما که داشتم نگاه می‌کردم چشمم خورد به یه پیامی که فکر می‌کنم جالب باشه اگه آقای هادیان جواب بدن. یکی از دوستان پرسیدن که علمگرایان اعتقادی به علم و معنا ندارن، رشد روحی انسان که مولانا به اون اشاره میکنه، میگن که علمگرایان بینش زیاد توجه ندارن. دوستان ضمن این که به این پرسش جواب میدین یه مقدار در مورد جایگاه شعر توی علم توضیح بدید، ببینیم اصلا چه جایگاهی داره الان، اصلا داره نداره. من پاسخ همینه، عرضم اینه که شعر یه خصوصیت تغزلی و تخیلی و چیز داره. به نظر من گذشتگان ما اندیشمندانمون اومدن بعضی از افکارشون رو در قالب شعر گفتن. الان ما دیگه اون کار رو نمی کنیم. ببینید امروزه وقتی که یه حرفی میخوایم بزنیم همه سعی میکنیم دقیق باشه حرفه، هیچ سوء برداشتی ازش نشه که اشتباهی نشه فهمیدش، همش اینجوری سعی میکنیم دیگه. در حالی که شعر دقیقا خلاف اینه. یعنی شما باید باز بذاری هر کی برداشتی ازش بکنه و زیباییش به همینه. هر چقدر تخیل و خیال پردازی و اینا توش پرواز بدین قشنگتر و زیباتره. به نظر من این استفاده از اینا تو هم دیگه، حالا الان شاید ما بگیم بعضی از افکار فلسفی و عرفانی اینا تو قالب شعر مطرح شده، چرا اون موقع ما الان نتونیم بریم بگیم چرا شما اون موقع چنین حرفی زدید. شاید نمیدونم ها، شاید هم بشه گفت همون موقع هم شاید کسایی بودن که به جای شعر گفتن. آخه شعر تبلیغه، میدونی شما وقتی یه چیزی رو به شعر میگی خب بیشتر میخوننش دیگه. پس من میتونم تصور کنم که آدم دوست داره افکار خودش رو به شعر بگه که مثل‌تر و شیک و پیکتر باشه دیگه، ولی خب دقتش آخه ممکنه دست بره دیگه. حالا چه انتقاد کنیم به گذشتگانی که یعنی پیشینیان ما که در قالب ابهام حرف زدن، چه بگیم خب این مال زمان اونا بوده دیگه، الان جایی نداره واقعا. الان حرف رو باید شسته رفته با کلمات خوب تا جایی که میشه با دقت. میدونین دیگه هر جایی که نقل قولی هست حتما منبعش رو باید ذکر کنیم. اگه مقاله علمی، مقاله امروزی ببینید، حتی علمی نه فقط ساینس ها، یه مقاله اصلا راجب شاهنامه، اونم میبینی یه عالمه رفرنس داره، منبع داره، هر جا از هر کی نقل قول کرده.
یعنی این شسته رفته حرف زدن و مرتب منظم حرف زدن دیگه رویه امروز ماست. من میگم استفاده از شعرها و نظریات گذشتگان ما و چسبوندن چیزای علمی بهش به همون کمکی نمیکنه، فقط موجب اختلاف نظرمون میشه. ما باید بریم به سمت بالاخره یه چیزی. این اختلاف نظر که میگم مسئله اساسی بازم نروبیولوژی این عصب زیست شناسی ما داده. ما هر جایی که با هم توافق داریم میتونیم چیزی از جهان اصلا بفهمیم، یه قدم برداریم. این پیشرفت علمی که میبینین به خاطر اینکه یه روشی در پیش گرفتیم که بتونن مثلا یه عالمه دانشمند با هم بگن آره این درسته. خیلی مهمیه. اگه ما تو بقیه حوزه ها هی نگاه به این داشته باشیم که کی میتونیم با هم دیگه نزدیک بشه نظراتمون، چون این مغز 1.5 لیتری ما داره پردازش میکنه دیگه. دسترسی هم نداریم واقعا به فیزیک جهان، که ما یه سری اطلاعات فقط ازش داریم دیگه و یه سری مدل میسازه. مدل‌های مغزای 1.5 لیتری دیگه هم به ذهن ما منتقل میشه. وارد این بحث نمیخوام بشم، ولی هر چیزی که به نظر من ما رو متفرق کنه، افکارمون رو پریشون کنه، نتونیم با هم دیگه توافق کنیم، باید توافق کنیم که اونا رو بذاریم کنار. بله دقیقا همینطوره. حتی ما فردا شب برنامه شعر داریم، ولی خب بنده خودم مثل شما معتقدم که نه تنها در وادی علم یا در وادی‌های دیگه‌ای که به لحاظ تئوری برای ما خیلی یه مقدار پیچیده است فقط تئوری مطرح کردنش. یه زمانی شما گفتید توی چی میگن مبل خونه نمیشه بشینی و تئوری جهانی بدی و جهان رو بشکافی، باید بری به لحاظ علمی تحقیق کنی. حالا ما شعر رو از بعد دیگهش بیشتر بررسی میکنیم. من دوست دارم که دوستانی هم که اعتقاد داشتن و گفتن شعر باید در همین زمینه ها بیایم مولانا رو ببینیم در علم چی گفته و اون ذره کشف ذره، چه میدونم فلان شاعری در قرن 4 اومده در مورد هسته و اینا توضیح داده. خب اینا میشه، اگه اینا رو باور کنیم دیگه باید اون دکتر طاهری و اونا رو هم بیایم قبول بکنیم، چون چیزی نیست که با شعر، علم چیزی نیست که با شعر به جای برسه. البته شعر جایگاهش تقریبا الان مشخصه، میتونه ابزار مبارزه باشه توی جامعه، یا میتونه بالاخره اون همونجوری که آدم از یه تابلو زیبا تو خونش لذت میبره، میتونه از شعرم به همون شکل لذت ببره. از شعر مولانا، از شعر شاعرای دیگه، از حافظ یه فالی بگیرن دوره هم شب در واقع یلدای چیزی. ولی خب به قول شما توی علم هر چقدر کمتر وارد کنیم اینها رو بهتره. خانم بعد یه سوالی دارید؟ من تکمیل کنم حرفم. بفرمایید آقای عادیان. به نظر من رویکرد بعضی از ماها اینجوریه، شاید هم از بیرون علم میبینیم. فکر میکنیم ما خیلی چیزا راجع به جهان میبینیم. الان مثلا هزاران این اسرار جهان همه در مقابل ما حل شده و نه تنها مثلا توی علم حل کردیم، تو شاخه‌های مختلف تفکرم این اسرار رو باز کردیم، حل کردیم. بعد حالا موندیم بین یکیشون انتخاب کنیم، مثلا میگیم حالا علم انتخاب کنیم یا بریم اون یکی رو انتخاب کنیم، در حالی که یک کمی با دقت نگاه کنی ما خیلی در فهممون از جهان عقبیم. همین چیزایی که الان ادعا میکنیم واسه خودمون بادی به قب میندازیم و یه قیافه‌ای میگیریم و میگیم، اگه با دقت نگاه کنیم خیلی توش ضعف داره. من یه بار نمیدونم تو این جلسات گفتم حرف اون ریاضیدان مصریه رو، آره خانم بعدی اینجا گفتم ریاضیدان مصریه که آره بد نیست یادآوری کنم اون ریاضیدان به همه حرفاش ما الان میگیم خرافات دیگه، در حالی که اون دانشمند زمانشه.
زمان خودش بوده. بله. زمان خودشه. خب از کجا اون میبایست میفهمیده که داره پرت و پلا میگه؟ من میگم یه شواهدی میتونسته ببینه که یه کمی انقدر گازشو نگیره، به قول معروف شروع کنه به خیال پردازی که ما الان بعد 3-4 هزار سال بهش بگیم خب تفلک مثلا از کجا هم میدونه؟ اون خیلی فکر میکرده میدونه. بله. خب ما چی؟ ما خیلی میدونیم. خب ما هم خیلی فکر میکنیم میدونیم. حالا میاد نگاه میکنیم میبینیم که پر ضعفه که دانستنامون، که این مکانیک کوانتومی که کلی گیر داریم توش. این نسبیت عام اونایی که علم ریاضیات هممون با هم متفق القولیم، چه برسه به مثلا چیزهای دیگه. ما اونقدر دستمون باز نیستن، اونقدر در مقابل کسایی که 500 سال دیگه میشینن لایو میذارن، کسایی که 5 میلیون سال دیگه میشینن فکر میکنن. ما چیز زیادی نمیدونیم از این جهان. خودمون الان میدونیم ممکنه یه وقتی مغرور یکی حرف بزنه، ولی اگه بشینه پای حساب کتاب، همون جوری که ما به اون ریاضیدان مصری میگیم با حواست جمع بود، خودمون حواسمون اگه جمع باشه میبینیم که خیلی پا در حواس. بگیر خانم بدی از نظریات زیست شناسی بگیر بیا تا نظریات فیزیکی، ضعف و اینا خیلی داریم، درست و درمون نیست همه چی. خب بنابراین اینطوری نیست که ما حالا یک مجموعه های متنوعی از دانش راجع به جهان داشته باشیم، یک حالا سلیقه یکیمون بره از شعر و شاعری مثلا جهان رو بفهمه، یه عده‌ام برن از ریاضیات و فیزیک جهان رو بفهمه، همش رو بذاری روی هم، تازه ممکنه مجموعش خیلی چنگی به دل نزنه و 5 میلیون سال دیگه همش خرافات باشه. اینه که ما بهترین کارمون اینه که این ضعفی که داریم بفهمیم، با همدیگه فکر کنیم ببینیم چی میشه از این جهان و انصاف فهمید و یه قدم بذاریم جلو. متشکرم. یکی از دوستان که الان اگر صدای من رو میشنوید، آقای حسین اصلانی، این مرتبه گفتید که سوال من پاسخ داده نشده، سوال شما رو نمیبینم. اگر لطف بکنید سوالتون رو تکرار بکنید ممنون میشم که بخونیم. بعد اینکه من اینجا یادآوری بکنم آقای اسفندیان از شنبه تا چهارشنبه هر شب برنامه لایف دارن به موضوع علم به زبان ساده. کسانی که میخوان برنامه‌اش رو دنبال بکنن با حضور آقای عالی پیام و آقای پرهام، اگه اشتباه نکنم آقای پرهام هم حضور دارن در این برنامه که ساعت 10 شب به وقت ایران هر شب پخش میشه. میتونید در این برنامه شرکت بکنید و اگر سوالی دارید دوستان میتونید اینجا بنویسید. آقای هادیان الان هستن و لطف میکنن به سوالات شما پاسخ میدن. خودتون آقای هادیان اگر باز توضیح دارید یا آقای قردقک توضیح دارید، سوالی دارید اگر از دوستان سوالات زیادی پرسیدن. از اونجایی که سوالات داره ثبت میشه حتما به اونایی که مهم هست رو جدا میکنیم و هفته آینده بهشون میپردازیم. من چشمم خورد به یکی از پیام دوستان که نوشته بودن علم همیشه به بنبست میرسه و این رو خود علم ثابت کرده. جالبه که مثلا هواپیما رو علم ثابت کرده که میفته همیشه کار نمیکنه، یا کرونا رو ثابت کرد که علم نمیتونه بهش کاری انجام بده و من و شما و آقای هادیان که نشستیم اینجا داریم برنامه رو اجرا میکنیم ثابت که میکنه که علم شکست خورده، نمیتونه همچین ارتباطی رو تو سرتاسر جهان برقرار کنه. این هم از شکست های علم هست. بله فصل 9 رو میریم بعد جلسه پرسش و پاسخ میذاریم یا جلسه بعد میذاریم؟ هر طوری که شما راحتید. فکر میکنید اگر نیاز هست هفته بعد بذاریم یا اینکه فصل رو تموم کنیم و بعد جلسه پرسش و پاسخ رو یه بارکی میذاریم؟ که خودتون فکر کنین رو هر جوری که خواستین دیگه به من اطلاع بدین. آره حتما هماهنگ می‌کنیم. با توجه به جزئیات بیشتری که شما میدونید از برنامه‌ها و تعداد سوالا و اینا، هر جوری که صلاح دونستید دیگه حتما به من میفرمایید که چه کار کنیم. بله حتما. خیلی ممنون. وقت داریم خانم بدی یا
برنامه رو اگه وقت داریم یک سوال بپرسیم، اگر نداریم که حسین اصلانی رو بی زحمت میخونیم، چون من اگه دست بذارم قطع میشم از لایو. خیلی آقای اصرار دارن که حسین سوالشون پرسیده بشه، دائما مینویسن. آقای حسین اصلانی، من پیامشون رو نمیبینم متاسفانه. حسین اصلانی دست بذارم. میبینم که مدام زدن که سوالمو پرسیدم نگفتید، ولی سوالشون چیه؟ خب هرچی من میرم بالا میرسم به این که سوالمو نخوندید. بعد امیدوارم به برنامه ربط داشته باشه آقای اصلانی، وگرنه دوباره بپرسن، مشکلی نداره، همین الان بپرسند اگر فرصت هست. جوابتون رو داد آقای مهندس. فرمودن که منظور ما از بنبست دستیابی به حقیقته. منظورشون اینه که علم در بنبسته یعنی این که نمیتونه به حقیقت دست پیدا کنه، درک حقیقته. منظورم از بنبست برای درک حقیقته. سوالشون این بوده، اینکه رشد روحی و عالم معنا توهمه. خب فکر می‌کنم ربطی به این فصل نداره. حالا صلاحش آقای هادیان میدونن که پاسخ بدن یا نه. سوالشون چی بود؟ سوالشون بود که آیا عالم روح توهم عالم روح؟ به احتمال زیاد آره دیگه، یعنی احتمال اینکه سوال من ما مثلا یک روح توهمه دیگه. من پاسخ میدم روحی وجود نداره که حالا بخواد حقیقت داشته باشه. روح اول باید بیان تعریفش کنن، بعد اینکه ثابتش بکنن، بعدم راجبش صحبت بکنیم که اصلا چی کار میخواد بکنه در وجود ما. ما انسان مانند سایر موجودات، سایر هممون از اون درخت فیلوژنتیک هستیم، همه با همدیگه ربط داریم و وقتی که پرنده میمیره چه اتفاقی میفته؟ میره تمام میشه پی کارش. یه گربه میمیره چه اتفاقی میفته؟ انسان هم همینطوره. قبل از ما 8 میلیارد انسان اومدن زندگی کردن و از بین رفتن، تموم شد رفت. هیچ کس هم نپرسید، هیچ کس هم بر نگشت از اینکه بعد از مرگش زنده بشه و بیاد بگه آقا چه خبره. ما هم همینطور میمیریم و بعد از مرگمون برای همیشه فراموش میشیم، جز که اگر آثاری داشته باشیم آثار ما ثبت بشه. چرا اصرار دارید که روی وجود داره؟ باید وجود داشته باشه. البته خب سوالی هست که خب مطرحه، این که اصلا حالا خیلی هم به بحث ارتدادش نرسیم، به این که اصلا چه نیازی ما به این روح داریم. اول بیایم نیازمون رو ببینیم، اصلا کجا این روح رو ما نیاز داریم، بعد بیایم وارد اون معادله کنیم که جوابش قرار روح بشه. اون معادله رو ما مهم می‌دونیم. خب برای اینکه ببینید انسان همیشه از عدم میترسه دیگه، از اینکه نباشه میترسه، دوست داره در واقع تداعی بکنه با خودش که مثلا دنیای بعدی وجود داره، روح وجود داره. انسان اصلا به قول آقای دکتر کیمیایی اگه روحی وجود داره دقیقاً در کدوم قسمت بدن وجود داره؟ و این خب ربطی نداشت واقعا به این برنامه و من نباید اصلا این رو تشریحش میکردم. به هر حال اگر کسی به روح اعتقاد داره میتونه بره یک جایزه $1,000,000 گذاشتن که بره ثابت بکنه که روح وجود داره از طریق علمی. ببخشید من جسارت کردم. مهمان گرامی ما آقای هادیان خسته است چون شب‌های متوالی رو برنامه اجرا میکنن و من گاهن که نتم قوی باشه میام و برنامه شما رو دنبال میکنم، ولی متاسفانه نتم خیلی ضعیفه، نمیتونم و مجبورم وقتی سیو میشه نگاه کنم. ببخشید که وقت شما رو گرفتیم و ممنون که لطف کردید برنامه ما تشریف آوردید. من پنجشنبه‌ها دیگه منتظرشم که بیام، از این جلسه خیلی لذت میبرم، مثلا اینطوری فکر نکنید. ما بیشتر یکی از کارهای لذت بخش زندگیم شده، امیدوارم برای شما هم اینطوری باشه، برای بیننده ها هم همینطوری باشه که منتظرش باشه. اینه مثلا مسابقات فوتبال آخر هفته که آدم مثلا
میره یکم تخمه میخره، منتظرشه که من جذاب شده جلسات. امیدوارم که بیننده هم همینطوری براشون مفید باشه. اتفاقا برای من خیلی مهم بود که ببینم چقدر عزیزان دنبال میکنن برنامه رو. تو اون 2 هفته‌ای که شما تشریف نداشتید، من دیگه اون دایرکت همیشه روزهای پنجشنبه یک سره میومد که امروز چه خبر، آقای عادیان میان یا نه، یا برنامه دارید ندارید. و دیدم که واقعا خب به هر حال خیلی از دوستان هستن که پیگیری میکنن و براشون اهمیت داره برنامه. و واقعا هم ممنونم از اینکه لطف میکنید و وقت میذارید. این همه به هر حال اینا همشون واقعا جای سپاسگزاری و شکر داره از شما که به هر حال در راه علم دارید بدون مزد، به قول این چیزها، بی مزد و منت دارید فعالیت میکنید. یه وعده به بینندگانمون داده بودیم از قبل. من با اجازه جناب مهندس و خانم بدیعی اینو تکرار میکنم که حتما سوال کنید، سوالاتی که دارین. ما هیچ کدومشون رو سوال مثلا سطحی یا چیزی نمیبینیم، به همشون جواب میدیم. هر کدوم فرصت هم نشه جلسه جداگانه میذاریم. بنابراین اگه صحبت ها ابهامی داره، براتون سوال انگیز میشه، لطفا سوالاتون رو به هر طریق ممکن دست ما برسونین که مطرح میکنیم. حتما. بله حتما. سوالاتی هم که امروز دوستان بعد از اتمام صحبت ها مطرح کردن، الان من دارم میبینم که داره ثبت میشه. حتما حالا اگر تصمیم گرفتین برنامه هفته آینده به پرسش و پاسخ باشه که هفته آینده، اگر نه در پایان این فصل حتما بهشون خواهیم پرداخت. و دوستانی هم اگر سوال دارن وقتی برنامه ذخیره میشه و برنامه ذخیره شده رو میبینن، در زیر همون برنامه اگه سوالشون رو مطرح کنن حتما جمع آوری میکنیم توی مجموعه و توی اون روزی که روز پرسش و پاسخ هست حتما به اونا هم خواهیم پرداخت. به هر حال تمام این سوال جوابات لازم هست و ما به قول شما نیاز میبینیم که اینها رو جواب بدیم، چون اصلا هدف ما این هست. هدف ما این نیست که بیایم فقط کتاب رو توضیح بدیم، چون کتاب رو همه میتونن بخونن. اون سوالاتی که در واقع بعد از اون خوندن سوال تو ذهن دوستان مطرح میشه، بیشتر سعی داریم به اون بپردازیم. و خیلی هم ممنونم که شما با صبوری همیشه این کار رو انجام دادید. خیلی خوشحال شدم که یک جلسه دیگه دیدمتون. اگه این جلسه خیلی ابهام آمیز صحبت کردین، دیگه موضوع خودش کمی چیز بود دیگه، مشکلی نداره. خیلی خوب بود در مجموع و ممنونم از حضور شما و آقای قره‌دقی که همیشه این شرایط رو فراهم میکنم برای این برنامه. خیلی ممنونم بچه‌ها که ما رو دنبال کردین تا آخر برنامه با ما بودین. مواظب خودتون باشین. این کلیپ، این برنامه در واقع سیو میشه. سوالاتتون رو بنویسید، آقای هادیان زحمت میکشن پاسخ میدن. مواظب خودتون باشید و شبتون شب شما بخیر. ممنون. شب شما بخیر.